اگه میخوای تعویض اصولی لنت جلوی پراید رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیری، این ویدیو رو حتما تا آخر ببین. با یه پیشگوشتی این دوتا خار خرچنگی رو باید آزاد کنی. این پیمو باید بکشی بیرون. پیم پایینم آزاد می‌کنی. به این قسمت یه خورده فشار میاری، لنت این سمتی رو در میاری، لنت سمت داخل هم در میاری. بعد با یه تایلیور سیلندر رو کامل جمع می‌کنی. مهمترین قسمت کار روانکاری کالیپر ترمز هست که لنتتون یک طرفه خورده نشه. کالیپر باید به این شکل کاملا روون باشه. ببینید کالیپر ترمز وقتی اینجوری روون باشه دیگه لنتتون یک طرفه خورده نمیشه. حتما اینا رو باید سر جاش بذارید. یه دونه پایین، یه دونه هم قسمت بالا قرار میگیره. به این شکل. لنت کره‌ای پراید دقت داشته باشین. این قسمت سمت داخل باید باشه و پایین باید باشه. اینو میذاری به این شکل. سمت دیگه‌ش هم که هیچی نداره. اینم سر جاش قرار میدیم. حالا خار خرچنگی بالا رو بعد جا بزنیم. این وسط به این شکل قرار میدیم. حالا پیمو رد می‌کنیم. بعد به این شکل داخل این قسمت سوراخ لنت قرار بگیره. اینو یه خورده میدیم بالا که به دیسک برخورد نکنه. حالا پیم پایینی رو هم جا میزنیم. حالا این خار اینجا به این شکل روی سوراخ پیم جا میزنیم. با یه انبر دست میگیری جا میزنیم. ترمز بزن. ترمز داره میزنه به این شکل 2-3 تا ضربه با چکش میزنی. کالیپر قشنگ سیلندر تو جاش پر میشه. با فالو کردن پیج فنیگرام کلی آموزش حرفه‌ای میبینی. قطعات اورجینال جلوبندی هم هر چی خواستی تو دسترسته.